اگر فکر میکنید فرق پارچه مبلی خوب و بد فقط توی قیمت، این ویدیو رو از دست ندید. خیلی ها میگن چرا پارچه مبلیمون پرز داد، چرا زود رنگش رفت، چرا زود کهنه شد. اینجاست که میرسیم به بحث کیفیت پارچه. مبل یه چیزیه که شما 10 سال قرار نگه داری، پس یک بار هزینه کن برای پارچش، یه چیز درست حسابی بگیر. این کالیته پارچه مبلی استیلمون رو میخوام بهتون معرفی کنم که علاوه بر این که طرحاش بسیار شیکه و همینطور رنگ بندیاش، ببینید بافتو، این بافت پشتشه، میبینید مثل فرش ابریشم بافته شده. این یعنی چی؟ یعنی چندین سال رو مبلتون کار میکنه، نه رنگ پس میده نه پرز میده، هیچیش نمیشه. گلدار، پتین راه، پتین ساده، این هم رنگ بندیاشه که مشاهده میفرمایید، برای انواع رنگ چوبای مبل استیل. و اینم مشکی جذابشه که واقعا بی‌نظیره. حالا میرسیم به رنگ آبی. شما ببین اصلا یه آرامش خاصی داره رنگ بندیاش. این هم کار شده روی مبلش. و یه نکته خیلی مهم، قبل از اینکه این پارچه رو برای مبلت بخری، رو مبل استیل خودت طراحی میکنم، میبینی و بعد انتخاب میکنی. برای دیدن این کالیته و طراحیش روی مبل استیل خودتون همین الان دایرکت بدید.